به شدت خوش اومدید به قسمت اول گیم پلی بازی استارفیلد. بازی استارفیلد تازه منتشر شده و خیلی گاده. من که خیلی خوشم اومد. خیلی ها گفتم بده، خیلی ها گفتم خوبه، ولی من تا الان که دارم باش حال میکنم. بازی باحالیه. توی نظرسنجی ازتون پرسیدم که ویدیوشو بذارم یا نذارم، که گفتید بذار. میخوام این ویدیو گیم پلیش بذارم. من بازی یکم بازی کردم، استریمم کردم، ماموریتش نرفتم، یه ذره از آب و گل در اومدم، چون اولای بازی یکم کند پیش میره واقعا. یکی فقط تایم آدمو میگیره، ولی اون کارشو انجام دادم. ماموریت هم دست ندادم. حالا تو بازی ببین نشون تو بده من چیکار کردم به جای ماموریت انجام دادن. بریم تو بازی بهتون نشون بدم. این سیو منه که 14 ساعت 50 دقیقه است، ولی به تو قول میدم کار خاصی نکردم. واقعا کار خاصی نکردم. یکم انگولک کردم مکانیزم‌های مختلفشو، چون ماموریتش نرفتم خودم. این ما سوسول بازی نداریم ماموریت بریم. من هر خودم یاد بگیرم. ماموریت بس سوسول رسولاست. من اومدم این تو پول در بیارم، فقط پول. توی بازی استارفیلد میشه جایی ساخت که واسه آدم منابع تولید کنه و من میخوام یه جایی درست کنم، یه منبع خاصی واسم درست کنه که باش ابزار بفروشم، ابزار بسازم و بفروشم و پول پارو کنم. من دنبال پولم. این مسخره بازی‌ها رو ما نداریم. من میشه پیشه نمیرم. من بازی خودم یاد بگیرم. میشه برم چیکارش میشه مال سوسول نسول است. من در حال حاضر توی شهری ام، کجا نمیدونم، اینجا یه جایی هستم توی سیاره ها. میخوام برم، اومدم از یه خرابه منابع خریدم، بعد میخوام برم منابع جمع کنم، برم یه سیستمی پیدا کنم که تمام منابعی که من میخوام داشته باشه، شروع کنم ساخت و ساز. خیلی حال بده ساخت و ساز دیگه، خدا وکیلی خیلی حال بده. نمیدونم من برم به سوی جایی که میخوام برم. اول من خریدامو که کردم، همه هم گذاشتم تو کشتیم. میخوام یه جایی پیدا کنم. البته اول بذار برم پیش آوتپست خودم، یه سری منابع باید بردارم. اینجا من آلومینیوم تولید میکنم، تو که یادمه. این آلومینیوم بردارم. آلومینیوم خیلی مهمه. آهن آلومینیوم همه چی لازم داره. باید من بردارم. این آوتپستی که من ساختم، اینا رو همینجوری ساختم ببینم چی به چیه، چون بلد نبودم. و الان میخوام منابع بردارم از اینجا. من آهن، یه سری منابع اینجا واسه من اتوماتیک میاد. یکی آهنه، هم آلومینیوم اگه اشتباه نکنم. چرا همین آهنن؟ آلومینیوم اینجا چیکار میکنه؟ در تو خریه اینجا همه آهنن که. خب آلومینیوم فکر کنم همش داره استفاده میشه، همش میره اینجا. خدا وکیلی آهن من، آلومینیوم من داره چیکار میکنه؟ آها داره از اینا تولید میکنه. زده بودم از اینا تولید کنه بفروشم، ولی اصلا راضی نیستم چون خیلی ارزونه و واقعا به درد نمیخوره. من اینو قطعش کنم، آلومینیومم جمع بشه بعد میتونم ازش استفاده کنم. حالا اینا هم که ساختم و برمیدارم، همه رو میذارم توی سفینه‌ام. به درد میخوره. نمیفروشمشون چون خیلی ارزون میخرم، فایده نداره. سفینه‌ام خدا رو شکر جا میخواستم بگم داره که انگار نداره. یا حسین پر شد، این پر شد سفینه‌ام. چیا رو میتونم الان من بذارم توش؟ خب سفینه‌ام پر شده خودم، ولی خیلی پر نیستم. فقط این اضافیه. اینا رو من میذارم اینجا بمونه. غلط کردم برداشت. میذارم تو اینجا بمونه. خب الان همه چی آماده است که من برم یه سیاره یه منظومه پیدا کنم که همه منابع رو توی یه منظومه داشته باشه. چون اگه دو تا منظومه شه، منابع فرستادن اینور خیلی مکافات تو بازی. یه چیزی باید بسازی، خیلی چیزا میخواد. من بلد نیستم، حوصله هم ندارم. برای همین باید یه جا رو پیدا کنم که راحت بتونم کارم انجام بدم. توی این منظومه که میدونم نداره اون چیزایی که میخوام. آها خوب شد یادم افتاد. برم ببینم اصلا چیا لازم دارم. خب ببین، من چیزی که نگاه کردم گرونترین و راحت ترین چیزی که خودم میتونم تولید کنم این بود. اینه که کاپر میخواد و بریلیوم میخواد. فکر کنم درست میگم. یه دونه کاپر، یه دونه بریلیوم قیمتش 82. حالا بستگی داره کجا فکر کنم بفروش، ولی قیمت خوبی داره خدا وکیلی. اینو قشنگ میشه ازش پول گاد در آورد. خاطر میخوام از این درست کنم. کاپر رو دارم ولی بریلیوم توی این منظومه ندارم که بتونم ماینش کنم. بریم منظومه که داشته باشه دیگه. میگردیم پیدا کنیم. من فکر کنم منظومه این سمت هم داشته باشه. حالا یه نگاه بکنم. این بالا اینجا
چون اینجا نبودم نمیدونم چی یاد داره. باید یه بار بیام که اینجا رو آنالیز کنم، اسکن کنم. ولی قبل اینکه بیام من یه بار اینجا رو هم نگاه کنم، مطمئن شم اینجا نداره که برم. اینجا کاپر داره، بریلیوم فقط نداره. بریلیوم تو رو جان هر کی دوست داری. بریلیوم این ور بازار. قاچی بریلیومه به خدا. این نام نمیتونم ببینم چی داره. خب این منظومه نداشت. بیایم اینجا رو یه نگاه بکنیم ببینیم اینجا داره یا نه. یه سفر فضایی بزنم به این منظومه. خب این از منظومه آلتار چی اسم منظومه چیه؟ تایر خدا اسم عربی داره. این چه منظومه؟ خدا کجاش بلریوم داره با کاپر. اگه دوتاشو همزمان پیدا کنم که اصلا گاد، ولی فکر نکنم همزمان پیدا کنم. کاپر داره اینجا ولی بریلیوم نداره. نداره. اینجا هم نداره. بلریوم اینجا بلریوم داره، فقط باید نگاه کنم. نمیتونم توش ساخت و ساز کنم. جاش نیست با هم داشته باشه. این کاپر داره بریلیوم نداره بابا. آها ای جانم واقعا باورم نمیشه اینقدر سریع پیدا کنم. بریلیوم دیگه دوتا رو. نه کاپر نداره. برم کاپر هم داره. خوشحال شدم من دیدم کاپر رو. آره بریلیوم دارن کاپر ندارن. من یه نگاه بکنم کجا کاپر داره که برم کاپر. این کاپر داره، اینم بغلیاش هم بریلیوم داره، نزدیکن به هم. میتونم همین بیام اینجا اول کاپر رو اوکی کنم بعد برم سراغ بریلیوم. ویدیو شیمی و فیزیک و اینجور چیزا. بریلیوم دیگه چه کوفتیه. کاپرش چیه؟ خیلی پیچیده از خدا وکیله. اینقدر منابع داره بازی اصلا نمیدونم چی به چیه. دیگه ساده ترینشو پیدا کردم. من فکر کنم کارهای دیگه هم بشه کرد. بنشینیم بر روی سیاره. من اول اسکن کنم اینجا رو ببینم چیا داره. این کاپر دیگه. آره کاپر داره و فلوراین نمیدونم چه کوفریه. با هم دیگه میتونم بکنم اوکیشون کنم. آره دیگه با همینا رو داره. من یه گوشه اینجوری اگه بازی میکنید بازی و یه نصیحت من به شما اینجوری لب مرز بزنین، امکان اینکه دوتا منبع رو بهتون بده توی منطقه خیلی بیشتره. بخاطر من اینجوری میزنم که بتونم حداقل دوتا منبع رو از منابع دوتا اوکی کنم روی دونه آوتپوست. چون تعداد محدود میشه ساخت آوتپوست متاسفانه. بعد آپگرید کنید تعدادش بره بالا. نمیدونم چقدر الان 4 تا 5 تا دارم. بکن بذاره بسازم بازم. نمیدونم چند تا میتونم بسازم. رخ و نگاه رخ اصلا این رخ این کاستوم بیل داد. هرشب درستش کردم تا خرخره بهش کارگو اضافه کردم پورش برم. خیلی حال داد. میخوام بزرگترش کنم پول ندارم. یه دیزاین خیلی خوب واسه شیپ میخوام حاضر کنم. فعلا پول ندارم. بیادشیم من یه ساخت سازی را بندازم. ببین من کاپر و آب میخوام. چی کار؟ کاش فلورایت چه اون فلورین. اون بهم فلورین میده. میتونم برم اون سمتی بسازم. اینجاها بسازم، اونجاها بسازم، فلورینم بهم میده. خوبه من راضیم. اینجا میسازم. من قبل اینکه برم اونجا جیپ من خیلی هم دور نیست. خوبه. قبل از هر کاری نصیحت من باز به شما، اول از همه یه جا واسه سفینه‌تون درست کنید که فرود بیاد. چون نزدیکتون باشه میتونید به استوریج سفینه دسترسی داشته باشید. خیلی کار راحت میکنه. چون خود آدم که نمیتونه خیلی بار داشته باشه سنگین میشه، بعد دیگه نمیتونید فست ترافل اینا کنید. من یه دونه لندینگ پد بسازم. لندینگ پدمو کجا بسازم؟ کاش اول نگاه کنم منابع کجاست. هیچ منبعی انگار این بغل نیست. همین بغل میسازم. خوب من راضی. این از لندینگ پد بنده. یا حسین چه لندینگ پد باوقتی بود. این از این بعد که اینجا پس ترافل کنیم این میاد اینجا میشینه. کاش میشد خود آدم دستی جابجاش کنه. متأسفانه خاصیته. یعنی سفینه توی سیاره بی خاصیت. اینجور چیزاست که خیلی ناراحتن از این گیم. ولی گیم والیه. من دارم باش حال میکنم. حالا میخوام کاپر رو اوکی کنم و برق رو اوکی کنم. من به سفینم دسترسی دارم از اینجا. آره دسترسی دارم.
میتونم یکم ریسورس بردارم. اینا رو بده. یکم هم آهن اینم بردارم. همه رو بردارم فقط نمیرم انقدر چیزی برداشتم یا حسین. خب تو یارو این همه رو کجا جا میکنه؟ من بودم یه سفیده رو خالی کردم تو جیبم الان من قشنگ. چند تن بار دستمه. بیا اینجا برم توی اینجا اگه پیداش کنم. خب این برای کاپره. من بزنم خدا کنه کاپر زیاد همینه. کاپر نه این پایینم هست خوبه چون کاپر خیلی لازم دارم. سفینه من میگم بجا پارک. حالا این اولی میام پایین پر کنم یکم. 6 تا فکر کنم کافی باشه. 3 4 5 6. بعدم برای برقشم ببینم میتونم از باد استفاده کنم. میتونم بشه باد استفاده کرد. نیروی باد تو این سیاره من نگاه نکنم میشه. این اینجا هم از اینا میذاریم. آلومینیوم هم کم اومد متاسفانه. من کوبالت دارم ولی سولار پنل هم نمیتونم بسازم واسه برق به مشکل میخورم. این اول کار باید برم آلومینیوم اوکی کنم. فعلا بذار من چیزای دیگه شو درست کنم. بعدش یه دونه کارگو لینک میخوام درست کنم که اینم آلومینیوم میخواد و برلیوم میخواد که من ندارم هیچ کدومشو. این چیکار میکنه؟ از یه سیاره به یه سیاره دیگه بارو میفرسته. من میخوام همه جمع بشه بره یه سیاره دیگه و اونجا برم اون چیزی که میخوام بزادم و بفروشم. الان من آلومینیوم میخوام، برلیوم. آر بزنم اینجا علامت آر بزنم روی منابع یه دونه علامت اینجوری بیل میاد که اینا رو نشون میکنه. میخوام خرید کنم میزنه که من دنبال اینا بودم. خیلی چیز باحالیه. بریم پیدا کنیم. من اینا رو میخرم دیگه آلومینیوم و اینا. اچ بزنم وسایلم دوباره بزنم توی سفینه. اومدم اینجا من برم یکم آلومینیوم بخرم. تولید آلومینیوم دارم ولی زیاد تولید نمیکنه الان. تا حالا تولید کنه طول میکشه. من تازه خالیش کردم. من بخرم دیگه. تنها راه هم همینه. توی این مدت هم که میرم خرید و البته جاذبه اینجا چقدر کم. توی این مدت هم که برم خرید کنم اون تولیدی هم کار کنه یکم آلومینیوم بیشتر بهم بده. ویسه جالب در مورد این بازی بگم. من بازی فضایی زیاد بازی کردم که تو منظومه و ایناست. هیچ کدوم منظومه شمسی رو نداره تو خودش و این بازی داره. خیلی چیز جالبیه و سیاره زمین هم توش هست. شاید بکنی الان پر ساختمون باشه یه چیز خیلی باحالی باشه و اینا ولی الان من تو منظومه شمسی هم تو تایتان هم بغل ساترن. ولی بیایم اینجا روی مشتری رو رد کنیم کجا میشه سیاره زمین؟ خدا قاطی کردم. نه اینجاست. این بره. این قیافش اینجوریه. این سیاره زمینه. یخبندون شده هیچی هم روش نیست. من رفتم فرود اومدم چیز خاصی پیدا نکردم روش. اینم ماهه. خیلی چیز جالبی بود. توش هم چیا داره؟ کلورین داره و آب داره و این نمیدونم چه کوفتی داره و اینم نمیدونم چه کوفتی و این یکی که این میدونم چه کوفتیه. همون جیوه است فکر کنم. نمیدونم. همین چیزایی داره. خیلی جالب بود که سیاره زمین توشه ولی خب انگار نابود شده همه چی توش و مردم بلند شدن رفتن سیاره‌های دیگه دارن زندگی. من برم این تایتان اینجا یه شهر زیرزمینی داره میشه ازش خرید کرد. من ازش خرید کنم. پله هم که مال سوسولاست. من پله مله پایین نمیرم. من این فروشگاه اینجاست. از همه بیشتر بهتره به نظرم. منابع خریدن خیلی منابع داره. هر سری اومدم ماشاءالله پر بوده. این آلومینیوم 17 تا همین الان رو تعریف کردم مرد حسابی. کاپر نمیخوام. میخوام تولیدش کنم. دیگه چی میخوام؟ آیرن هم نمیخوام. این خراب ارشم اینم نمیخوام. برلیوم هم ندارم ولی برلیوم میتونم همونجا تولید کنم. برم یه ریستی کنم. برای ریست کردن بازی یه ذره سخت و رو مخه. داداش من میخوام اینجا بشینم. بیا برو من میخوام ریستش کنم. برو گم شو. میشینی اینجا بیو میزنی و 8 ساعت نه 20 چند ساعت یه بار ریست میشه. من نمیدونم اینترنت نه ها هر 48 ساعت یه بار. نه اینقدر می الان باید ریست شده باشه فکر کنم.
آره آلومینیوم چقدر کم میاری. خب مرد 19 تا آلومینیوم من چیکار کنم؟ بریلیوم هم آورد ای جانم تموم شد. خب این از آلومینیوم هم من تو مسیرم به آلومینیومی خودم هم کارخونم سر بزنم که یه ذره آلومینیوم بیشتر برام. 40 تا آلومینیوم کجام کنم من خدا وکیلی به دردم نمیخوره. ببینیم آلومینیوم چیزی تولید کرده اینجا اصلا خدا کنه تولید. من یه حسی بهم میگه چون من یه عالمه بیا تو اینا پر آلومینیوم. نگاه کن تو رو خدا اینا نمیدونم به کجا من اینا رو وصل کردم. اینجا ایراد داره باید بیام درستش کنم. فعلا حالا یه همینقدر آلومینیوم بسه دیگه. من اینا رو بذارم اگه تو سفینه‌ام جاشه. به امید خدا جا بشه. یه خربه آلومینیوم برداشتم جا میشه جا نمیشه ولی خودم جا دارم میگیرم تو جیب خودم. بریلیوم هم که ندارم. بلند شیم بریم اون و ساخت و ساز رو کنیم. خب من بیام شروع کنم به ساخت و سازم دیگه. یه عالمه برق لازم دارم. این مشکل برق بازی خدایی خیلی رو مخه. میتونم یه عالمه دیگه از این اینا درست کنم. من سولار پنل درست میکنم فکر کنم شبا این برق نمیده. بخاطر همین احساس میکنم خوب نیست. حالا موقعی که فقط آفتابه من بخاطر بیشتر از این بادی استفاده همیشه انگار برق میده. خوبه. الان 12 تا برق دارم میدم 30 تا لازم دارم واسه اینا. یا اول ببینم چند تا میتونم بسازم. یکی دو تا تموم شد. یا حسین چه سریع. کوبالت ندارم. خب میتونم یکم از اینا درست کنم. خب برقم اوکی شد فعلا. به احتمال زیاد بیشتر لازم دارم برق و بذارم وصلم از توی سفینه بردارم. خب یه استوریج من اینجا درست کنم اینوری بسازم این بیاد اینوری. خب این از این. بعد من میخوام اینایی که ساختم و همه رو وصل کنم به این اولیه. اینا هرچی تولید کنن میفرستن تو. خودم همه رو وصل کردم. یه نگاه بالا کنم. آره همه رو وصل کردم. بعد این بره تو این اینم بره تو این. راه بهتر نمیدونم هست ولی میخوام یه عالمه پس‌انداز داشته باشم. بعد این قراره بره توی یه جایی که ارسال شه به اون سیاره‌ای که میخوام. برای این کارم باید یه دونه از اینا درست کنم. نه میتونم الان درست کنم. آلومینیوم دارم فکر کنم. آره یه دونه کارگو لینک معمولی درست کنم. اون یکی واسه منظومه به منظومه است که من نمیدونم چجوری کار بکنه. یه دونه کارگو لینک این بغل درست میکنم. همین جلو درست کنم. اونجا فکر کنم یه دیپازیت بودون پشت اون استفاده کنم از تمام منابعی که دارم. اینو اینجا میزدم. بعد از این میکشم میکنم تون. الان این هرچی تولید کنه میره تون. بریلیوم نه کاپری که تولید کنه میره تون. الان وقتش برم بریلیوم تولید کنم. یعنی پیدا کنم و تولید کنم. این کاپر تولید کرد اصلا. به خدا تولید میکنه دیگه. من دوباره وصله‌مو بذارم تو سفینه. پیاده‌شم یه ساختمون دیدم یه لحظه. به خدای اونجا. اینجا یه دونه ساختمون استراکچر هست. بعد میتونم اونجا هم لوت کنم. خوراک که لوت کردن. اینجا بریلیوم همین زیر به به. چقدر آلومینیوم میمونه. بریلیوم آلومینیومه. آلومینیوم نمیخوام بریلیوم. سفینه‌مو باز بجا پارک کردم. خب من یه دونه اوتپوست دیگه بسازم و بریم سراغ ساخت و ساز. من دوره منابعم باید در دارم. خب ای وای از این نمیدونم اسمش چیه ندارم. نفس عمیق. خب آقا من از این میخوام. به علاوه اینکه اینجا فقط میشه سولار پنل گذاشت. از بادمات خبری نیست.
سولار پنل هم کاپر لازم دارم. کاپر که اونور دارم تولید میکنم، بریلیوم هم که اینجا بخوام تولید کنم، آلومینیوم هم که 150 تا دارم. این ردیفه، فقط اونو میخوام. بعد میتونم یه دونه از اینا هم درست کنم یا اینم چیز خاصی میخواد. کارگو لینک هم میتونم درست کنم. یه کارگو لینک و چیز من اول اوکی کنم اینجا. این کارگو لینک، اینم لندینگ پد. فقط این فلزه رو میخوام که ندارم فکر کنم. فلزه نمیدونم چه گفتیه. بریم بیاریم. من فارم اینم دارم فکر کنم. باید نیستم فکر کنم ساخت. به 140 تا من راضیم. اینو بردارم. حالا 140 تا بستم. بیشتر بردارم که جا واقعا نداره. برگردیم بریم همون بر. مسخره بازی ها، ولی جا نداری. بغل سفینه‌ت نمیذاره فست ترافل کنی. و من که به هر حال نمیچپونم تو سفینه. مازا فازا بذار فست ترافل هم کنم دیگه. مرد حسابی اذیت میکنه بازی به خدا. کاپر هم میخواستم. برم کاپر هم تو را بردارم دیگه. اول باید پس برم اینجا. و اینا از سیاره جذاب من که داره واسم فرد و فرد کاپر تولید میکنه. فکر کنم کاپر رو الان همه ایوا چه نه بپر. جاذبه چرا انقدر اینجا زفته یا حسین؟ تو رو خدا. خب فکر کنم همه الان این تو باشه دیگه. اینا 160 تا کاپر داداش. سرعت رو برم جونم. سرعت 160 تا رو نمیتونم همه رو بردارم. یه 40 تاشو برمیدارم که پر نشم. خانم سارا، اینو من یادم رفت بگم. این خانم سارا با من اومده بریم. سارا بود اسمش؟ آره سارا. اومده بود بریم مأموریت انجام بدیم. من مأموریت پیچوندم یا افتاده دوبالم. با باگ سوء استفاده از چیه کار درستی دارم بکنم. خیلی رزمنده خوبی همه رو بیشتر شتک میکنه. به علاوه که دا حمال منم هست دیگه. قشنگ میام اینجا بهش میگم بیا باید ابزار بدم. بدبخت دلش خوشحال، جیباشو باز میکنم و هر چی آشغال دارم همین شکلی که میبینی. الان مثلا از این سنگ من زیاد دارم. نصفشو پرت میکنم تو جیب خانوم سارا. جیبم که ماشاءالله نی در قاره. هر چی میریزی قشنگ ردیف جا داره. این از سارای عزیز که کمک کنه. مرسی دست در کپار بردی اون برو. خب این چرا اینقدر بالاتر از اینه؟ این چه مدلش؟ بریم سیاره بغلی. الان حدوداً تمام چیزایی که میخوام رو درست کردم، یعنی میرسه بهم. فقط باید من دیگه کانکتشون کنم. به علاوه اینکه دو حالت داره. یکی اتوماتیک بزنم ساختشه که خیلی بهتره. اتوماتیک میام برمی‌دارم میفروشم. ولی من میخوام خودم دستی بسازم. چرا میخوام دستی بسازم؟ چون وقتی میسازی به ایکس پی میده و اون ایکس پی فکر کنم به درد میخوره و ساختنش هم تایم نداره. میزنی 60 تا بذار درجا میسازه. خیلی به نفعمه که دستی بسازم به نظر خودم. برای همین میام اینجا محیط رو باید درست کنم. از اینجا قرار منابع کاپر برسه و بعد بریلیوم که یه جای از اینجا میاد اینجا. پس من 2 تا استوریج میخوام. یه دونه میذارم اینجا، یه دونه میذارم اینجا، یه دونه میذارم بغلش که یه ذره پس اندازم بشه اینجا. و این وسط یه دونه میز میخوام بذارم که واسه ساخت و ساز اینه. ورک بنچ رو بذارم این یه جا اینجا هست. اینجا میرم از این برمیدارم، از اینم برمیدارم، میام اینجا ساخت و ساز میکنم. حالا بیام از اینجا یه لینک میزنم به این که کاپر بیاد توش. از اینم قرار بریلیوم بیاد توی این. برای بریلیوم هم باید برم ساخت و ساز کنم باز دیگه. به ماشاءالله چقدر بریلیوم دارم. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و 6 تا. واسه برقش هم که مجبورم فقط صفحه خورشیدی بذارم. امیدوارم برقشو برسونه صفحه خورشیدی. من نمیدونم شبا کار نمیکنه. بریلیوم ندارم. الان برق ندارم، هیچ کدوم اینا کار نمیکنه. بریلیوم بهم بده. خب الان یکیشو گذاشتم بمونه برق داشته باشه یکم بریلیوم تولید کنه. خودم هم میتونم دستی برم پیدا کنم و بریلیوم. آلومینیوم همین آلومینیومه که
برلیوم. برلیوم نبود. منطقه برلیوم هم بعد برلیوم پیدا نمی‌کنم. این دیگه چه مدلشه؟ همش آلومینیوم و هر چی بگی دارم پیدا می‌کنم جز برلیوم. یه دونه کلا سنگ برلیوم اونجا بود. 2 تا دونه هم تو این بود. الان فکر کنم بتونم یه عالمه از این صفحه خورشیدی بذارم. انگار شبم کار میکنه. بله این صفحه خورشیدی اینقدر پیشرفتن که نور خورشید از پشت سیاره میکشن خودشون. بدون باتری ذخیره هم نمیکنن و در عین حال زبان. این دیگه خدایی باگ. هیچ بازی من ندیدم صفحه خورشیدی شب کار کنه. شما اگه دیدید ناموسن کامنت کنید به بازی رو بگید من ببینم واقعا اصلا همچین توتی بزرگی من نمیدونم. من حرفی واسه گفتم واقعا ندارم. خورشید تو شب داره کار میکنه یعنی چی؟ تو کجا داری کار میکنی برد حسابی؟ مگه میشه؟ چجوری داری تو زمین داری خورشید میکشی بیرون؟ یعنی چی؟ نور ستاره رو نکنه انرژی حساب کردی. حرف واقعا واسه گفتن ندارم. ولی خب من به نفهم. من که راضیم. گور با ناراضی همینجوری باشید کار کنید. من راضیم. من یادم 20 خورده ای بود دیگه. انقدر بسازم تا بشه 28. فکر کنم 28 تا بود نیازم. یه عالمه هم حالا از این بسازیم. 1 2 3 4 5 اینم 6 تا کافیه خدا وکیل. برقش که ایشالله کم زیاد نه. ای بابا 30 تا یه دونه دیگه هم از این بسازم دیگه ردیف ایشالله. آره خب بعد همه اینا رو من وصل کنم به این اولیه. وصل شدی. خب اینم از این. من فقط باید برم این لینک رو اینجا کانکت کنم دیگه کارم تمومه. اینا میاد اینجا به احتمال خیلی زیاد دیگه. یعنی کار من تمامه. خب خودم هم خالی کردم. میخوام هم لوت کنم تا این ور کار بیکار وای نستم. برم اینجا ببینم چه خبر. کجا بود؟ اینجا بود. ببینم چه خبر. یه لوت ریز بزنم بیام. خب این چیه؟ یه چیزی توش بود برداشتم. من ماشاءالله هیچی هم نمیدونم. هرچی میبینم برمیدارم. چرا ادینا من ندارم؟ چه خوشگله. منم میخوام از اینا بسازم. چرا این ساخته من نساختم؟ یعنی چی؟ کنم بشه باز کرد یه سری ساختمونا رو. من بلد نیستم. نمیدونم چجوری. او آدم توشه. شت. میخوام اینجا رو لوت کنم. یا حسین چه گانی داشتی تو؟ من آتیش زد. گانش کجا پرت شد؟ یه گانش پرت شد. من گانه رو میخوام. بابا یه دقیقه وایسا. دارم دنبال گان میگردم مرد حسابی. تویی؟ ای وای ساراه. ببخشید یه لحظه فکر کردم گانش یه جا پرت شد. حیف شد خدا وکیلی. جاذبه کم بود شوت شد. باید رو هوا میگرفتم گانشو. اینجا نیست. راه ورود داره اینجا. آها هلیوم سایته. میتونم کلی هلیوم از اینجا بکش برم فکر کنم. هلیوم چیز خوبیه. باش کارهای خوبی میشه کرد. اوه یا حسین چقدر خوب دمیج میخوره از من. دیفیکالتی بازی رو چیه؟ دیفیکالتی رو ایزیه. خب الان من بذارم هارد. دیفیکالتی توضیح در مورد دیفیکالتی بدم. میشه قبل اینکه وارد جایی شد دیفیکالتی گذاشت مثلا خیلی سخت. لوتای خفن لود شه. بعد که اومده تو منطقه دیفیکالتی رو برید پایین. همه راحت بکشید لوت خفن برده. من متأسفانه یادم این کارو کنم. به خاطر همینم دیفیکالتی پایین بود. ولی الان یه ذره زیادی آسونه. بذار همین هارد بمونه. تو هارد فایت بدید.
اوه حالا من یه چی گفتم تو چه درگیر میشه. بمیر دیگه. گانم هم که تیر نداره. میشه بیای بیرون. نیم ساعت اون پشتی به خدا. همه رو داره میکشه. به خاطر همین میگم این خیلی خوبه. همه رو داره میزنه. اصلا امون نمیده. به خدا 2 تا کیلم ما بگیریم. یا حسین چه شد شد هوا. خب اینا هم فکر کنم تموم شدن دیگه. اینجا خارج میشه آدم. نمیدونم اینجا چیه. من ببینم هلیوم واقعا اینجا داره. زده به هلیوم سایت. من هلیوم میخوام. کجا میتونم هلیوم بردارم؟ ای وای بابا مگه نمردید شما؟ تموم نشدی؟ بازم موند. به خدا که من هلیوم این تو پیدا نکردم. هرچی میگردم مسخره بازی. هلیومت کجاست؟ مگه هلیوم سایت نبود؟ من هلیوم میخوام. یعنی چی؟ نو از الکی اسکول کرد به خدا. اومدم این تو بخاطر هلیوم و هلیوم نداره. برم این دره رو ببینم میتونم باز کنم. این قابل چیزام میرسه بهش. لولم که دره رو باز کنم تو بساطی یا حسین. اگه نه نمیتونم باز کنم. قفلش خیلی سخته واسه من. این کنزن نمیتونه باز کنه. من نه این یارو کاراکترم کنزن نمیتونه قفل باز کنه. قفل باز کن. یه تیر بزن قفل بشکنه. خب لوت همچین خفنی نداشت ولی خب من راضی ام. هلیومی هم در کار نه. من هلیوم پیدا نکردم. نمیدونم دیگه حالا چه جوری قضیه. اینجا سیف. اینم نمیتونم باز کنم. این دیگه چه مدلشه؟ برگردیم بریم مسیر خود. حالا میخوام کاری که از اول در ذهن داشتم رو انجام بدم. الان این تو 150 تا برلیوم. همونطور که میبینید این ورم باید پر کاپر باشه. توی این مدت که من نبودم دیگه کاپر نیومد. یعنی کاپر باید بیاره. چرا کاپر نمیاره؟ آها کاپر پر کاپره داره میاد. این دفعه که سفینه برسه 299 تا کاپر میاره. میذاره اینجا. تمام میتونم ازش استفاده کنم. وایسیم تا کاپر بیاره. به به سفینه باری من داره میایه. خیلی جالب. اینا هیچ پولی از آدم نمیگیره. من دقت نکردم. فکر نکنم پولی بگیرن. همینجوری مجانی بار جابجا میکنن. این چه سفینه اصلا باری. به به یه سفینه اینجوری باید واسه خودم بسازم تا خیر باری. تو این سفینه هم بارش کمه. قسمت بعدی اگه میخواید بذارم حتما کامنت کنید. قسمت بعدی به توضیحات میام سفینه بسازم. سفینه ساختن خیلی حال میده. باحال. خیلی هم سخت و پیچیده است. بعدم اونایی که دوست دارن بازی بکنن یکم راهنمایی هم بشه. خودم هم بلد نیستم خیلی ولی باز یکم بلد. خیلی پیچیده. خب الان این واسه من کاپر آورد دیگه فکر کنم. الان کاپر پر کردیم تو رو. آره 375 تا کاپر. این 375 تا قرار بره اونور که نمیره. نمیدونم چرا. میشه خواهشم بری توش. کاپر ها اومد. این 124 تا بیشتر جا نداره. این از کاپر. اینم از برلیومی که این توه و من الان میام این وسط. من میام اینجا ای میزنم. اینجا هم ای میزنم. بعد میام روی بنچ. این بنچه هچکس ورک بنچه. بعد میام اینو میخواستم بذارم روش کلیک میکنم. 99 تا میتونم یه جا بسازم. 99 تا میسازم. 99 تا ایکس پی بهم میده. به علاوه اینکه بعدا میتونم اینا رو ببرم بفروشم. دوباره 99 تا دیگه میسازم. به جایی که جا داره میسازم دیگه تا این از این. یه خروار ساختم. کلی هم ایکس پی گرفتم. بعد حالا اینا رو میذارم تو سفینه‌ام اگه جا باشه. البته فکر کنم سفینه‌ام جا. سارا داشت جیبت واکن. داشتم سارا عشق خود. هرچی تو آشغال دارم میچپونم تو جیبش. چی هم نه. تازه جای کادو هم بعضی موقع بهم میده.
زیادم بدبخت جان نداره. ببینم چقدر میتونم بچکونم دیگه. منو نگاه یا حسین چقدر پرم. هیچیشو نذاشت که یه چوسرشو گذاشت. خب مشکل بعدی دیگه که سفینه من جا نداره. باید برم یه سفینه بسازم که اینا راحت بتونم برم بفروشم. خب به نظرم بهتره دیگه اینجا یه سیو بگیرم که برای قسمت بعدی برم یه دونه سفینه خفن باری بسازم فقط برای بار لذت ببریم. 2 تا سفینه‌اش میکنم، یه دونه بار یه دونه جنگ. امیدوارم از این ویدیو لذت الهی برده باشید. نظراتتون حتما بهم بگید که ادامهشو بذارم نذارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. خواستی یه ویدیو دیگه ببینی، یه ویدیو اینجا میاد گاد حتما ببین.